سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: عدم پیشرفت در مذاکرات دو هیئت افغانستان و پاکستان در ترکیه به دلیل خواسته‌های غیر منطقی طرف پاکستانی. دیدار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با اسکات اسمیت رئیس سیاسی یوناما و هیئت همراهش. و حملات شدید بر نوار غزه توسط رژیم اسرائیل. امروز چهارشنبه هفتم ماه عقرب سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: امارت اسلامی درباره جریان مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول گفته که این مذاکرات به دلیل خواسته‌های غیر منطقی طرف پاکستانی پیشرفت نکرده است. طرف پاکستانی از جانب افغانستان خواسته تا ضمانت دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله به پاکستان انجام نشود، اما امارت اسلامی تاکید کرده که TTP یک مشکل داخلی پاکستان بوده و پیش از حاکمیت امارت اسلامی وجود داشته است. هیئت مذاکره کننده افغان همچنان تاکید کرده که امارت اسلامی متعهد است تا اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه پاکستان و هیچ کشور دیگر استفاده شود. امارت اسلامی از پاکستان خواسته تا به گروه داعش و دیگر گروه‌ها اجازه ندهد تا از خاک آن کشور برای انجام حملات تخریبی در افغانستان استفاده کند. از خواسته‌های دیگر امارت اسلامی عدم نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان و تفکیک میان سیاست و تجارت است. شیخ محمد قاسم خالد معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با اسکات اسمیت رئیس سیاسی یوناما و هیئت همراهش دیدار کرد. وزارت امور داخله میگوید که در این دیدار نمایندگان یوناما با ابراز قدردانی از فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله در مورد محو مواد مخدر، اقداماتی را که در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور انجام شده ستایش کردند. از سوی هم معین مبارزه با مواد مخدر گفته که امارت اسلامی افغانستان با مواد مخدر مبارزه جدی کرده و به هیچ کسی اجازه کشت، قاچاق، خرید و فروش آن را نداده است. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه افغانستان در سفرش به عربستان سعودی با حضور وزیر صحت پاکستان بافید عبدالرحمن جلال وزیر صحت آن کشور دیدار کرده است. وزارت صحت عامه میگوید که در این دیدار پیرامون اقدامات پیشگیرانه برای بیماری‌های ساری و غیر ساری، جلوگیری از استعمال مواد مخدر، همکاری بهتر در زمینه صحت، تضمین کیفیت ادویه و واردات قانونی آن، هماهنگی و همکاری مؤثر برای محو پولیو و تلاش بنیاد خیریه ملک سلما برای تقویت بخش صحت افغانستان گفتگو شده است. مولوی نورجلال جلالی در این دیدار بر تلاش‌های مشترک در ریشه‌کنسازی فلج اطفال تاکید کرده و گفته که وزارت صحت عامه افغانستان متعهد به ترویج پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود وضعیت صحت از طریق برنامه‌های مشترک است. بعد اخیر شبکه خبری الجزیره گزارش داده که رژیم اسرائیل به دنبال نقض صریح آتش‌بس و حملات تازه در نوار غزه دست کم 18 فلسطینی را به شهادت رسانده است. این حملات پس از آن صورت گرفته که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل دستور حملات شدید بر نوار غزه را صادر کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.